وقتی تمرین میکردم من نگاه میکردم تمرین رو وقتی کار میکردیم با همراهی نورالله او آدمی که قطعی کار میکنه باید خودش میفهمد که نورالله به چی قادر است در حالتی پرتری قبیدن من دلم پر بود من میدونستم که این حالت میبرد اکای اون علیشیر جان برادر کلانی آکاش بهرالله جان یا هر دوشون بهترین کشنی طرز آزاد مشق تمرین میکردن برای واسه یوسف چی گفتن کاری که واسه یوسف با نورالله الف کردن این در تاریخ ورزش تاجیکستان ابدا خواهد ماند. در UFC هر نفری که برآمد بکنه من برای شما هواداران و راغبان صنعت محاربه‌های آمیخته اولین عقاب بلندپرواز تاجیک که از اقیانوس دورتر اولین نفری که تحریک سازی کرد در شرکت یا تشکیلات با نفوذ UFC اولین ورزشکاری که همین پرواز بلندش او را به غلبه آورد. مخلصان در فرودگاه انتظار هستند. من باوری دارم که یک کمکوبی صمیمی شما نورالله فرزندی همین دیار است. من باوری دارم که به خاطر نورالله با همون صدای تاجیکانه‌ای که با یک صدا باید بگیم تاجیکستان، با صدای بلند تاجیکستان.
آفرین یک اتوبیس زمین پشت. من خیلی شاد بودم که در تاریخ تاجیکستان یکنیم ورزشگری که بگیم ویز جهان آرزوی میکنن که در تشکیلات UFC برآمد کنند و خلق ما جمهوری ما بسیار انتظار بود که یکنیم میبره برآمد میکنه پرچم از زمین برداره. خداوند همین چیزا به ما نصیب کرد. برآمدیم در اولوی اقیانوس پرچم از برداشتیم. چند مومنت‌هایی بود که قریب از هوش به هوش میشدیم که زواد سنا کردیم و پیروزی به دست آوردیم. تو اندازه که ما میدونیم در UFC وگاس قریب که مخلص نبود. با چند اندازه دستگیری مخلصان تاجیک رو نورالله علیف در رقابتش احساس کرد. وقتی که من سحری پیش از بای پست کردم در اینستاگرام خود مخلصا سرجمی همه وطن خود را UFC و پرزیدنت UFC دانا وایت در اینستاگرام خود پست کرد و حیران شد و بسیاری فایترهای UFC مرا تبریک کردند و همه در حیرت موندن که ما مردم تاجیک چقدر سرجم و چقدر این روز را انتظار بودیم. همگان فکر آن رو داشتن که نورالله علیف میتواند خیلی راحت در این رقابت پیروز شود. ولی بعد رقابت گفتن که نورالله خیلی ضعیف برآمد کرد. خودت چه فکر داشتی پیش از رقابت و بعد رقابت؟ وقتی که با من این سپرنیک را دادن، وقتی که در شبکه‌های اینترنتی این سپرنیک برآمد کرد، من یگان کس باوری نداشت که من این حریف را میبرم. حتی در تاجیکستان هم میگفتن که سخت‌ترین حریف نورالله است و در UFC در توپ 15 بود این حریف من. یک سنجش از طرف UFC بود. وقتی که من دانا وایت کانتین را بردم و با پرزیدنت UFC گفتم که من تیارم که 10 15 توپ 10 تا 15 جمع کردن و ما فکر کردیم که من سنجیدم با می گپم حریف سخت دادم و ما حریف را گذاشتیم. و گفتی تاجیک خودمون دست نورالله کشود بوده است که باز یک جنگاور دیگری تاجیک در UFC رقابت کرد. برآمدی لایق رجب رو چگونه با امیدی؟ وقتی که بعد از برآمدی ما میدونستیم یک هفته پیش که بعد از برآمدی من لایق برآمد میکنم. ما خیلی خرسند شدیم که UFC نو شناخت که بایدسای تاجیک میتونن که با دیگر بایدسای سخت‌ترین دنیا آزمایی کرده میتونن. تو همچون فایتر فنبازی تاجیک‌ها را UFC و کل جهان دید. تا چند وقت گفتم میتونی که محمد نعیموف، معین غفور و سمندر مرادوف نیز در تشکیلات UFC قرارداد میبندند. این چیزی باورسی گویم времени ما فکر میکنم که تا آخر سال هیچ نه 6-7 فایتر UFC از تاجیکستان برآمد. بعد رقابت تو با پدی پیمبلت ویزوس پارتوفی بخواله نقشه ها چگونه است؟ پدی پیمبلت جراحت برداشت و با فکرم به این نزدیکی دیگر رقابت نمیکند. نقشه ها چگونه است؟ کی با اکتاگون برمیگرده؟ من گفت که ماه ایول برآمد میکنم در امریکا، بعد ماه اکتبر در ابودابی. باز یک چیز دیگر رو ما میدونیم که رقابت کردن در امریکا با ورزشکار پول زیاد میبرد. در ابودابی و یا در UFC وگاس و یا چیزایی که مخلص ندارد مبلغ کم میشود. با فکر تو هم بهتر است رقابت کردن در امریکا چون نسبت به ابودابی و دیگر جاها؟ رقابت کردن در امریکا مخصوصا با ورزشکار پول زیاد میبرد. در ابودابی در ترانسلیشن با فکرم نه. وقتی که ما کانترکت میبندیم کاتی UFC 4 بای کانترکت میبندیم. هر یک بای پس $4000 پول ما میخیزد، بالا میخیزد. مثال 10 جمع 10 بوردی 20 باختی 10,000. بعد برای چی از لایق رجبوف با فکرم بیشتر از $60,000 آمریکایی به دست آورد؟ نه گپ دروغه. لیکن قرارداد 4 رقابت اوله یک خیلی است. نه گپ دروغه. گپ میبرن در اینترنت در شبکه‌های اینترنتی گپ دروغه. کدام بایت که در بای میتونن در UFC فرق نداره تو تاجیکی یا که
американци 4 бои аввал 10 плюс 10 ба 12 14 ҳамихе меравад. 4 бои аввал аз ҷо пул кор карда намешавад. ва 30% уҷа бо налог аст ки налог автоматӣ 30% пулро мегирад. менеҷер ҳам Чемпион. Хочу. C'est deux. Бери, брат. Беби. Ama çamı bir şey ne? Bir şey. Allah var. اسمه اشتم بخشش